یک ساکن شهری باختر سابق قرغان‌تپه چند روز اخیر در میان همسایه‌ها سر زبان شده است. 5 روز پیش زمانی که می‌خواست در یک کنج حولیش تشنابی نوی را بسازد و با این هدف به کندن چقوری زمین شروع کرد، 2 خمه را پیدا کرد که در داخلشان استخوان و کاسه‌خانه سری انسان بوده است. در حالی که حرفی نهایی را درباره طبیعت بازیافت‌های یافته شده، ارزش تاریخی و آرکئولوژی آنها باید باستانشناسان و دیگر دانشمندان بگویند، ارزیابی‌های مقدماتی میگویند که این قبرها به عصرهای پیش از میلاد ربط دارد. شمس‌الدین جلالov ساکن 33 ساله کوچه بهار شهر باختر در صحبت با رادیو آزادی میگوید از پیدا کردن کوزه نخست شاد شد، چون یک باره به امید شد که شاید از داخل آن تنگه‌های زیاد می‌یابد، ولی چون در داخلش نه تنگه بلکه استخوان‌ها خصوصا کاسه‌خانه سر پیدا شد، همان زمان به مقامات خبر داد. حالا بازیافت تاریخی او را به دوشنبه بردند که تشخیص باستانشناسی انجام دهند. شمس‌الدین جلالov میگوید که نمیدانست است که خانه او در بالای بازیافت‌های مهم تاریخی ساخته شده. حالا بسیار می‌خواهد نتیجه تحقیقات علمی آن را بشنود و بداند که این بازیافت‌ها بیانگر کدام قرن و کدام تاریخند. بابر قدری نشتی اما یارو قدری که کوزه بوده. بعد گفتم استوشا که کوزه کالون گیر چه گفته. درش گفتم که کلاه اودام بروما. استخوانه مایده چایده بسیار بوده. خم‌هایی که گفته می‌شود بیشتر از 1 متر بلندی داشتند، روز 13 اپریل پیدا شدند. یکیش در نتیجه به بل رسیدن شکسته، ولی دیگرش در حالت خوب از سوی گروه باستانشناسان به دوشنبه برده شده است. شیرعلی قاسموف، یک مسئول اداره فرهنگ شهر باختر، در صحبت با رادیو آزادی از قول نمایندگان وزارت فرهنگ گفت که خم‌های پیدا شده به قرن کوشانیان راست می‌آیند. جناب قاسموف گفت در این شهر در سال 1998 وقتی که مجسمه اساسگذار دولت تاجیکان اسماعیل سامانی را می‌گذاشتند، به این مانند خم‌ها را داخلشان کاسه‌خانه‌های سر انسان داشته پیدا شده بود که بیشتری آنها شکستن نابود شدند. شراف‌الدین قربانوف، نامزد علم‌های تاریخ که خم‌های اخیراً پیدا شده شهر باختر را دیده است، میگوید این بازیافت‌ها به دوره‌های یونان و باختر یعنی عصر 3 پیش از میلاد شباهت دارند. شراف‌الدین قربانوف گفت آن زمان مردم ساکن قلمروهای آسیای میانه اساساً پیروی دین زردشت بودند. به باور آنها جسد زمین را افلاس میکرد و به همین خاطر جسد را در خم‌ها گذاشته بعداً به خاک میسپردند. ضمناً درباره بازیافت‌های همسان در نتیجه حرفیات دانشمندان معروف در قلمرو ولایت ختلان امروزه مؤلف کتاب علمی تاریخ تاجیکان باباجان غفورов هم نوشته بود. شراف‌الدین قربانوف درباره آشکارشوی بازمانده‌های جسد انسان گفت پایده‌وار همین میبره و به ما خبر میکنه و ما اومده تحقیقات های داریم که در حقیقت این از زمانهای نون باختر ممکن است این عرف عادت قبرکنی تا عصرهای 4 میلادی هم دوام یافت که در ساخت قبرکنی در پنجکانت قدیمی یافت شد. باستانشناسان میگویند که با وجود سپری شدن بیش از 22-23 قرن هنوز هم گاهاچونی بازیافت‌ها پیدا میشوند. طبق گزارش‌های رسمی در وادی وخش ولایت ختلان نیز در یک ماه اخیر 2 خم دیگر با جسد و کاسه‌خانه سر پیدا شده است که حالا آنجا کار باستانشناسی ادامه دارد و بعد انجام کار باستانشناسی گزارش خواهند داد که به کدام سالها راست می آید.